این یکی از شایع‌ترین ویروس‌های دنیاست، ولی هنوز خیلی از گفتنش وحشت دارن و خجالت میکشن. حدود 80 تا 90% افراد حداقل یک بار در طول زندگیشون به ویروس HPV یا همون ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا میشن. زیگیل تناسلی در واقع زایده‌های پوستی هستن که توسط ویروس HPV ایجاد میشن. ویروس HPV بیش از 100 نوع مختلف داره که بعضی از انواعش خطر سرطان دهانی رحم، معد و حتی گلو رو بالاتر میبره. اگه زیگیل تناسلی درمان نشه، نه تنها خودش باعث ناراحتی، بدشکلی، پخش شدنش توی سطح بدن، مقاومتش نسبت به درمان و انتقال به دیگران میشه، بلکه ممکنه منجر به تغییرات پیش سرطانی توی بدن بشه. پس نذار شرم و خجالت سلامتیتو تهدید بکنه و اگر مشکوک به زیگیل تناسلی هستی، حتما برای تشخیص و درمانش فوراً به متخصص پوست مراجعه بکن. حواستون باشه یه عده از شرم و خجالت شما تغذیه میکنن. توی پیجای مختلف کلی تبلیغ میبینید که ادعا میکنن بدون مراجعه به پزشک میتونن زیگیل تناسلی رو درمان بکنن و سعی بر فروختن انواع پکیج ها و محصولات برای درمان زیگیل تناسلی دارن. ولی واقعیت اینه که چنین تبلیغاتی کلاهبرداری هست و اگه چنین محصولی وجود داشت، سازندش حتما جایزه نوبل پزشکی میگرفت.